به نام خدا. سلام، عرض ادب و احترام دارم خدمت همه عزیزان. میخوام در رابطه با چین و آمریکا صحبت کنم. اینکه آمریکا مشکلش با چین بر سر چیست و آیا چین دومین قربانی آمریکا برای حفظ هژمونش خواهد بود یا نه. قبلش ازتون خواهش میکنم لایک و کامنت فراموش نشه، سابسکرایب کنید. خیلی سرعت سابسکرایبامون کم هست و سعی میکنیم تحلیلات جذابتر بشن تا بتونیم رشد سابسکرایبمون رو بیشتر کنیم. اما برگردیم سراغ دعوای چین و آمریکا. چرا آمریکا به چین گیر داده؟ چرا چین رو دشمن خودش میدونه؟ چرا در پی حفظ مهار چینه؟ میدونیم که آمریکایی ها همیشه به گذشته و رویکرد گذشته رجوع میکنن و مشکلاتشون رو با پلن‌های قبلی به همون روش حل میکنن. بیاید یه نگاهی به گذشته کنیم. جنگ جهانی اول و دوم تموم شده، آمریکا اوضاعش توپه. علاوه ژئوپلیتیک از جنگ دور بوده، آسیب ندیده، زیر ساختاش به اون شکل، تازه جزو فاتحین جنگ هم بوده. 2/3 طلای دنیا هم در کشور آمریکاست. اوضاع مرتبه. کشورهایی رو هم به عنوان کشور دوست پیدا کرده. مثلا در بحث مهار آلمان نازی، آلمان قدرتمند، آلمانی که وحشتناک ظرف مدت کوتاهی نیمی از اروپا رو گرفته بود، آلمانی که داشت همینطوری یک به یک سنگرها رو پشت سر هم منفجر میکرد و جلو میرفت. اما خب میدونید آیزنهاور اومد به عنوان مسئول نظامی آمریکا و توافقی که بین شوروی آمریکا و بریتانیا بود، یک نیروی واحده متحده ایجاد کردن و همزمان عملیات رو انجام دادن برای مهار آلمان و شکستش. این اولین پلن همکاری چند جانبه‌ای بود که اتفاق افتاده بود. جالبه براتون بگم قبل از این اتفاقات که اینها متحد بشن به سراغ آلمان برن، غربی ها دشمنشون شوروی بود، کمونیست بود، لیبرالیسم کمونیست، و فاشیستا فکر میکردن لیبرال ها با اونها متحد میشن برای علیه کمونیست ها، ولی این اتفاق نیفتاد. دلایلی داره، تو زمان خودش صحبت میکنیم. این اولین تجربه موفق آمریکا برای رهبری جریان تعداد کشورهایی بود که در اروپا بودن برای مهار آلمان، و آیزنهاور هم خیلی خوب کار کرد. هماهنگی بین اینها، حرکت جمعی اینها، منافع مشترک جمعی تعریف کردن برای اینا، به هر حال با همه مشکلاتی که بود عملیات موفقی انجام شد. از چندین جبهه و چند جانبه حمله کردن به آلمان. خب جنگ جهانی دوم تموم شده. فردای جنگ شوروی و آمریکا درگیرن. آمریکا اوضاعش خوبه، اوضاع خیلی خوبه، اوضاع خیلی مطلوبه. هم بریتانیا اون هژمون سابق نیست، زیر ساختا نابوده، هم آمریکا زیر ساختاش تکمیله، طلای زیادی داره، تسلیحات زیادی فروخته. نیازهایی که کشور اروپایی در جنگ داشتن باعث شده بود که آمریکا اوضاعش خوب باشه. لحاظ اقتصادی همه چی مرتب بود. اومدن تو همون تجربه سازوکارهای جهانی بهتون وودز رو هم تعریف کردن، دلار به طلا. خب همه چی خوبه. توی تحلیل گذشته هم اشاره کردیم موفق ترین طرح شاید تاریخ آمریکا هم پلن مارشال بود دیگه، برای اینکه کمونیست رو مهار کنن. آمریکایی که اوضاعش خوبه سریعا به کشورهای اروپایی که همه چیزشون از دست رفته بود پول دادن، وام دادن، کمک کردن تا کارخونه هاشون برپاشه، بسازن ویرانی ها رو، زیر ساخت‌ها رو تکمیل کنن و سر پا بمونن. در ازاش در واقع گرو و در گروه آمریکا باشن در مقابل شوروی. خب شوروی هم اونور داره رشد میکنه دیگه. شوروی هم یه طرحهایی داشت، غذا بده، غلات بده، اما اینا علاوه اقتصادی داشتن رشد میکردن، صنعتی شده بودن، خیلی خوب بود اوضاع. خیلی از کشورها از شوروی داشتن جدا میشدن، به غربی‌ها بپیوندن. همه چی مطلوبه، تا اینجا هیچ مشکلی نیست. ورشو فرو پاشید، دیوار برلین فرو پاشید، آلمان شرقی غربی، همه چی مرتبه، به نفع آمریکا داره پیش میره. اما یه اتفاقای افتاد تو 1940 تا 50 و میانه 60 بدک اوضاع، ولی مشکلات ایجاد شد. چی بود؟ آمریکایی که به همه وام میداد، آمریکایی که اوضاعش خوب بود، آمریکایی که تونسته بود تو پیمان سنتو
خیلی از کشورها رو همراه کنه با خودش. تو پیمان مارشال همینطور. چرا خیلی از کشورها همراه می شدن؟ یه تغییرات ایجاد کرد آمریکا. این داستان هم تعریف کنم تا کامل متوجه بشید که دعوای آمریکا با چین بر سر چیه. آمریکا یه نگاه های جدیدی داشت وارد میکرد. مثلا تو جنگ جهانی اول که آلمان شکست خورده بود، پیمان ورسای خیلی شدید بود. یعنی آلمان تحقیر شده بود. آلمان نزدیک به 440-50 میلیارد دلار امروز باید نقدن غرامت میداد. 50-60% زغال سنگ، معادن، همه چیشو باید میداد. چند ده کشتی باید میداد. تمام کشتی‌های جنگی و باریشو از دست داد، گرفتن. باید خود رو میساخت به اینها میداد و خیلی از مسائل تحمیل شد. خیلی هم میگن جنگ دوم خاطر همین جنگ ورسای بود، قرارداد ورسای بود و آلمان داشت نابود میشد، چاره ای نداشت وارد جنگ بشه. آمریکا اومد تغییر داد، گفت کشورهایی که فاتح جنگ شدن نباید غرامت بگیرن، نباید کشورها رو تحقیر کنن و تمرکز باید بذارن به شکل اقتصادی و توسعه. نگاه های لیبرالی، گفتمان دموکراسی گونه خیلی از کشورها حمایت کرد، از کشورهایی که مستعمره بودن به نوعی. بذار یه مثال بزنم راجع به ایران خودمون. تو بحث جنگ دوم شوروی و بریتانیا از شمال و جنوب ایران رو گرفتن. خب بریتانیا خارج شد، شوروی خارج نمیشد، استالین خارج نمیشد. ترومن تهدید کرد استالین رو و استالین کشید عقب. ما اینجا باید از مدیون آمریکایی‌ها باشیم تو این موضوع. این رویکردها باعث میشد کشورها به سمت آمریکا برن، مثل محمد رضا شاه که اومد تو طرح آمریکایی سنتو و در مقابل کمونیست ایستاد. خب همه چی خوبه، شوروی داره ضعیف‌تر میشه، اوضاع تحت کنترل آمریکاست، متحدین زیادی پیدا کرده، گفتمانش داره غالب میشه، نگاه به کمونیست داره برمیگرده، کمونیست داره میشه یک جریان خانه خراب کنه که خیلی فساد داخلش هست، خیلی فضای خوبی نیست. اقتصاد غرب خیلی جذابتر دیده میشه، همکاری غربی خیلی یک پارچه تره و اون نگاه استعماریه به نظر وجود نداره. یه صداهای جدیدی، همه چی تا اینجا به نفع آمریکا داره میره جلو، همه چی خوبه. تا اینکه آمریکا توی درگیری هاش با شوروی دوچار مشکلاتی میشه. خب ببینید تو شرق آسیا بعد از جنگ جهانی دوم بریتانیا کمک کردن به آمریکایی‌ها، مجاب کردن ژاپن رو که بپیونده، یعنی فراموش کنه مسائل جنگ رو. اینها هم روی کردشون به ژاپن رو تغییر بدن. خب یه تغییراتی بود دیگه. مثلا ژاپن در تا مسائل نظامیش دیگه اجازه نداشت ارتش قدرتمندی داشته باشه، تو آبهای بین المللی باشه. نیروی نظامی زیر 100,000 نفر بر آلمان غربی و ژاپن تعریف شده بود، پایگاه آمریکایی اونجا زده میشد. اینا هم کمک میکردن لحاظ مالی ژاپن شرط خوبی پیدا کنه. خب ژاپن هم تلاش میکرد فضای امپریالیستیشو بذاره کنار، روی کردها نسبت به خودش مثبت کنه. مثلا در قبال همین چین کلی وام داده بود، شاید 20 میلیارد دلار اون موقع وام داده بود به چین، تا همین چند سال پیش اقساطشو چین میداد. خیلی سعی میکرد کمک کنه، لحاظ غذایی، کارخونه، حمایت، اینو جبران کنه، شرایط برگردونه. خب شاید به ضرر ژاپن بود دیگه. آمریکا خیلی کمک کرد به این موضوع و آمریکا هم به ژاپن خیلی پول داده بود، کمک کرده بود ژاپن رشد کنه و ژاپنی کارخونه میساختن. ژاپنی هم تو این موضوع خیلی خوبن، عالی رفتار کردن، خیلی داشتن پیشرفت میکردن، شاید خوب بود. آمریکا ولی توی شرق آسیا درگیر فضای رقابت با کمونیست بود. یعنی اون میزانی که تو اونجا درگیر بود در منطقه ما نبود، چون منطقه ما کشورهایی مثل ایران، عراق، ترکیه که پیوسته بودن به شبکه غرب مهار میکردن. هزینه‌ها برای آمریکا کمتر بود. ایران تو عمان جلوی کمونیست‌ها رو میگرفت، تو جای دیگه یا کشورهای دیگه. این شرق آسیا فضا کمونیستی تر بود. چین، ویتنام، خود روسیه در مرز شرقیش. اونجا آمریکا وارد قائله جنگ دو کره شد، 20 سال وارد جنگ ویتنام شد. فقط جنگ ویتنام 1 تریلیون دلار هزینه دستش گذاشت. خب هزینه های جنگ بالا بود. این کشورهایی که متحد آمریکا بودن حالا داشتن رشد میکردن، وام گرفته بودن، همینطور پیشرفت میکردن،
اما آمریکا آروم آروم تو رقابتش با شوروی داشت وارد قائله های هزینه بری میشد. هزینه های خیلی زیادی داشت. $1 تریلیون اون موقع خیلی پوله، ارزشش بیشتره، خیلی بیشتره. خب تو اون فضاها جلوتر که رفتیم بحران‌های دیگه هم شروع شد. یکیش بحران اسرائیل و عرب بود. مشکلاتی که آمریکایی‌ها با کشور عربی داشتن، تحریم نفت، گرون شدن نفت خیلی تأثیر گذاشت روی اقتصاد آمریکا، تورم ایجاد کرده بود. این کشور عربی گفته بودن نفت صادر نمی‌کنیم به کشورهایی که از اسرائیل حمایت کنن. خیلی خیلی فشار وارد شد به اروپایی و آمریکایی‌ها. حتی تو اون مقطع میگفتن که بعضی از کشور اروپایی که جزو ناتو بودن حالا داشتن مخالفت میکردن با سیاست‌های ناتو و میخواستن بر اساس منافع کشورشون در قبال مثلا اسرائیل مواضع منفی تری بگیرن که آمریکا رفت نفت دلار رو بست. بهش میرسیم. یه بحران دیگه هم که بود انقلاب ایران بود. خب ما زمانشا به نزدیک به 6 میلیون بشکه هم داشتیم میرسیدیم توی صادرات بعد از انقلاب ایران و عملا شروع جنگ ایران عراق صادرات نفت ایران خیلی کاهش پیدا کرد. خود عراق هم به این شکل خیلی عرضه نفت کم شد. الان نگاه نکنید خیلی از کشورهای دنیا هستن که نفت دارن صادر میکنن، تعدادشون روز به روز بیشتر میشه، چاهای بیشتری پیدا میشه، حفاریهای بیشتری انجام میشه، قراردادهای بزرگتری بسته میشه و نفت بیشتری میاد توی بازار. دید که آنگولا هم از اوپک درخواست داد خارج، راجع به اونم صحبت میکنم. خب این شرایطی بود که به آمریکا فشار زیادی وارد شد. هزینه‌های جنگش آمریکا دیگه همه جا بود دیگه، تو شرق آسیا، غرب آسیا، آفریقا، بحران سوئز. این دهه 50 تا اواخر 60 و ورودی 70 جایی بود که آمریکا حالا وارد هزینه شده بود. هزینه‌های جنگ، هزینه‌های این باعث شد که آمریکایی که به همه کشورها وام میداد، آمریکایی که علاوه اقتصادی اوضاعش خوب بود، 2/3 طلای دنیا رو داشت، متحدین زیادی هم داشت، حالا دچار مشکلات شده بود. خب میدونید از همون اول هم خلق پول زیادی کرده بود، بخاطر همین هزینه ها دلار رو به پشتوانه چاپ میکرد. خب اول فرانسه بود دیگه، شارل دوگل بود، اومد متوجه شد و تمام دلار فرانسه رو تبدیل به طلا کرد. بخش عمده‌ای از ذخایر طلای آمریکا از دست رفت. دارم این داستان رو تعریف می‌کنم تا دقیق بفهمید مشکل آمریکا با چین چیه. آمریکا بخش عمده از طلاش رفت. دیکسون سریع اومد و برتون وودز رو منحل کرد، گفت دیگه آقا ما دلار رو با طلا تبدیل نمی‌کنیم. خیلی خوب، نفت رو هم با دلار بس که نیاز به دلار باشه همچنان. اما شرایط خوب نبود هنوز. این هزینه ها باعث شد آمریکا از جایی که وام دهنده بود حالا به کشور بدهکار تبدیل شد. و یه چیز دیگه هم بود، توی آمریکا تورم هم ایجاد شد به خاطر بحران ها. تورم از یه طرف، اما خب بانک ها اومدن به پیشنهاد اقتصاددان ها دیگه از دهه 70 تا 80 این درگیری ها بود، این مشکلات بود. تو اون مقطع اومدن به پیشنهاد اقتصاددان ها نرخ بهره رو بردن بالا. خب نرخ بهره رفت بالا که تورم کنترل شه، مردم پولشون رو می آوردن توی بانک‌های آمریکایی، مردم آمریکا تو بانک‌های آمریکایی می آوردن، سود خوبی بگرفتن. این باعث میشد که پول جمع بشه، نقدینگی جمع بشه، تورم کنترل شه تو آمریکا. و اتفاقی که می افتاد چی بود؟ بانک‌ها این پول رو در راستای سیاست‌های دولت هزینه کنن. اما بحران قرار نبود تموم شه، قرار نبود بحران‌های آمریکا تموم شه و این بحران‌ها برای اولین بار بود که آمریکا داشت اینا رو تجربه می‌کرد. آمریکا داشت متوجه شد که هزینه‌های جنگی که داره چقدر میتونه خطرناک باشه. آمریکا تازه متوجه شده بود که بالا رفتن قیمت نفت چقدر میتونه خطرناک باشه، همه چی رو تولیدش گرون میکنه و تورم میاره. حالا اقتصاددانا میگفتن نرخ بهره ببر بالا، پول از دست مردم جمع کن که این تورم کنترل شه. اما یه مشکلی ایجاد شد. دلار گفتم نرخ جهانیه، برتون وودز رو هم که کنار گذاشتن، اینا اومدن سراغ نفت دلار. خب کشورهای اروپایی، ژاپن همه اینا دارن رشد میکنن، اوضاع عالی. و
نیاز به دلار باقی موند، چون نفت میخریدن. خب آمریکا متوجه موضوعی شد، گفت آقا من نرخ بهره رو بردم بالا که دلار رو جمع کنم، اما دلار ارز جهانیه، یعنی نه تنها پول مردم آمریکا رو جمع کردیم، حالا کلی از پول هایی که دلار هست در دنیا خیلی ها دارن تزریق میکنن به بانک های آمریکایی و این بانک ها باید سود بدن. اینا میخواستن تورم داخل آمریکا رو کنترل کنن، حالا باید بیان سود زیادی هم به دیگران بدن. خب یه اتفاقات دیگه هم داشت میافتاد. نرخ بهره قدرت دلار رو بالا برده بود، افزایش نرخ بهره. الان هم داره این اتفاق میفته. این داستان که دارم تعریف میکنم قشنگ دقت کنید مطابقتاشو با الان تا بفهمید قضیه چیه. ببینیم چطوری آمریکا خلاص شد و چرا با چین دعوا داره. آمریکایی‌ها که با سرریز دلار تو بانکاشون روبرو بودن، خب شرایط خیلی خراب شده بود، نگاه کردن دیدن که اوضاع خوب نیست، حالا باید سود زیادی بدن. مثلا الان که نزدیک به بیش از 1 تریلیون دلار سود اوراق و اینا میدن، ارزش دلار هم میره بالا. یه اتفاق دیگه هم افتاد، دیدن که هم تورم داره میره بالا، داریم کنترلش میکنیم، هم رکود هم هست. خب یه موضوعی بود. موضوع چی بود؟ موضوع این بود که کالاهای آمریکایی به خوبی صادر نمیشد، گران بود. اصلا قبل از این داستان ها هم گرونتر بود. ببینید اون رشدی که ژاپن کرد، ژاپنی که از آمریکا وام گرفت، پول گرفت، زیر ساختایی که نابود شده بودن و ساخت کارخونه پشت کارخونه، همینطور داشت کالاهای با کیفیت ارزون تولید میکرد. 40% بازار آمریکا دست ژاپن بود. 40% صادرات ژاپن، بهتر اصلاح کنیم، 40% هر آنچه که ژاپن صادر میکرد به آمریکا بود. چند صد میلیون نفر جمعیت. تازه آمریکا هم پول به ژاپن داده بود، هم تعرفه وضع نکرده بود، بدون تعرفه، هلو. ببین ژاپن چه رشدی کرد. ژاپن اوضاعش خیلی داشت خوب میشد، انقدر اوضاعش خوب بود که آلمان رو سریع گرفت، اومد شد اقتصاد دوم. 1984 هم اقتصاد اول دنیا شد. آمریکا هم تو بحران بود. آمریکا دهه 1960 تا 70 دیگه داشت وارد هزینه‌های هنگفت میشد، تورم، انرژی، همه این مسائل سرش اومده بود. خب اینا نرخ بهره رو بردن بالا آمریکایی‌ها، مثل امروز که میبرن بالا. خیلی دلار سرریز شد به آمریکا، بعد دیدن که رکود میشه، بخش تولید افتاده، اومدن وام دادن، شروع کردن به وام دادن. این پولو دادن دست مردم تا مردم هزینه کنن، رکود نشه. ولی کارخونه ها نمیتونستن کالاهاشون رو بفروشن. تمام اون کالاهایی که توی آمریکا جذاب بود کالاهای ژاپنی بود. آمریکایی‌ها متوجه شدن که اینطوری نمیشه، ما داریم جایگاه اقتصادی از دست میدیم. حتی آلمان داره ما رو رد میکنه. توی مقطع کوتاهی آمریکا سوم شد، آلمان غربی دوم شد. تو این فضاها آمریکا اومد متوجه یک موضوعی شد، اینکه قیمت دلار، ارزش دلار نسبت به ارز کشورهای متحدش بالاتره. تا وقتی که هم بالاتر باشه این مشکل هست. ببینید اینا اومدن ژاپن رو تحت فشار گذاشتن، بهش تعرفه بستن، مثل چین که بستن، تحریم کردن. اومدن گفتن که مثلا رو کامپیوتر 100% تعرفه بستن، ورود خودرو ژاپنی رو بستن جلوشو. حتی ژاپن رو مجبور کردن بخش عمده ای از وارداتش از آمریکا بیشتر کنه تا تراز تجاری مثبت شه. 100 میلیارد دلار کسری تراز تجاری داشتن اون موقع با الان شاید چند برابرش کنید. 100 میلیارد دلار که از تراز تجاری داشتش آمریکا، یعنی وارداتش نسبت به صادراتش بیشتر بود. خب همه این کارا رو کردن، ژاپن هم قبول میکرد، اما باز توفیقی انجام نمیشد. چرا؟ چون تو ژاپن کارگر ارزان بود. یادتونه من حالا نسبت سنی که دارم اگه دقت کنید، من توی 37 سالگیم بعد بهتون بگم وقتی 7 سالم بود 9 سالم بود همه چیز توی ایران ژاپنی بود. پاناسونیک یادتون میاد دیگه، یخچال ژاپنی، ساعت، حتی ما ساعتی که کارخونه سیمان به پدر من داده بود ژاپنی بود و هنوزم کار میکنه. نیروی کار ارزان،
از طرفی خب ارزش ین نسبت به دلار پایین‌تره، کالا ارزون‌تره، پس مطمئنا وقتی کالا ارزونه با کیفیت هم هست فروشش بیشتره دیگه. تو آمریکا معکوس بود، دلار ارزشش بالا بود، تولید به صرفه نبود، هیچکی نمیخرید، خب خیلی گرون بود کالای آمریکایی، با همون کیفیت ژاپن داشت میزد دیگه، واسه چی آمریکایی میخریدن؟ خود آمریکا کالای آمریکا فروخته نمیشد. دید آقا با این بازی‌ها نمیتونه این قضیه رو حل کنه، نرخ بهره رو ببرن بالا، نرخ بهره رو بیارن پایین، فایده نداره، بیکاری روز به روز داره بیشتر میشه، بحران بیشتر داره میشه توی ایالات متحده آمریکا. خب هزینه های ما هم بالاست، ما به خاطر هزینه ها مجبور شدیم از جنگ ویتنام خارج شیم، نوعی شکست برای ما بود. تو بحث کره به هر حال اون رقابتی که با شوروی داشت خیلی شرایط برای سخت کرده بود. به هر حال شرایط خوب نبود، تورم و رکود همزمان، ارزش دلار بالا. تصمیمی که گرفته شد این بود که کارخونه دارا جمع شدن، در دولت تصمیماتی گرفته شد. هتل پلازا، توافق پلازا بین آلمان بود، فرانسه بود، بریتانیا بود، ژاپن بود و آمریکا. بنابراین شد که اون 4 کشور ارز خودشون رو از دلار بالاتر ببرن. اینجا میخوام وارد بحث چین بشم و دعوای آمریکا با چین بر سر چیه؟ آمریکا میدونه با بالا بردن نرخ بهره، پایین آوردن، تعرفه بستن، مالیات بستن، کاهش واردات محصولات چینی، مشکلش حل نمیشه. چرا؟ چون آمریکا اساساً هزینه هاشو کاهش نمیده. هزینه های آمریکا هنگفته. اون موقع هم هنگفت بود. 1 تریلیون دلار جنگ ویتنام، 6-7 تریلیون دلار جنگ عراق و افغانستان، بحران هایی که تو سرتاسر دنیا خودش ایجاد میکنه و هزینه های هنگفتی که داره میده در مهار ایران، در مهار روسیه، در مهار چین، تو قائله های مختلف، تو همه جا دیدید دیگه. آمریکا بودجه میلیارد دلاری، 884 میلیارد دلاری نظام، خب هزینه ها خیلی هنگفته. تو یک شرایط عادی ژاپن داشت همینجور تولید میکرد میومد بالا، آمریکا داشت خرج میکرد. آمریکایی متوجه اینجوری نمیشه، اومدن با این کشورها بستن که نه ارزششون رو بیارن بالا. حالا شاید خیلیاتون بگید خب ژاپن دیوانه بود آورد بالا یا آلمان، چاره ای نداشت. ژاپن می‌خواست چیکار کنه؟ ژاپن تا اولا تو همسایگی شوروی بود، چند بار با شوروی جنگیده بود، حالا بعد از جنگ جهانی دوم ارتش آنچنانی نداشت، اجازه تولید تسلیحات نداشت، اجازه حضور تو آب‌های بین‌المللی نداشت. اگه آمریکا فرو میپاشید ژاپن رو میبلید شوروی. مسئله دوم این بود که ژاپن نمیتونست با آمریکا بگه نه، خود آمریکا میتونست یقشو بگیره. خیلی هم میگن خب ژاپن 40% صادراتش آمریکا بود، اگه بازار آمریکا میپاشید خود ژاپن آسیب میده، ولی من اینو قبول ندارم. مثل الان که خیلی هم میگن خب چین این همه تجارت داره با آمریکا، نمیاد با آمریکا وارد جنگ بشه، وارد بحران بشه. حالا ببینیم میشه یا نمیشه. بیاید تو ادامه تحلیلیم چه اتفاقی افتاد. ژاپن با همه این فرمت ها، هر کدوم اینا که درسته، پذیرفت. خب به چی شد؟ این تله‌ای که آمریکا میخواد سراغ چین هم ببره. بذاریم ژاپن چه اتفاقی افتاد. میدونید دیگه از اواخر دوره آقای اوباما بود که گیر دادن به چین. به چین چه ایرادی گرفتن؟ گفتن آقا شما باید ارزش یوان رو بیاری بالا. چین پایین نگه می‌داره، چون کارگر ارزان، محصول ارزان، کالای بیشتری تولید میشه، به بازارهای جهانی میره و بدون رقابت خاصی میتونه بفروشه. جذابه برای چین. چرا باید بیاد ارزشو ببره بالا؟ ارزشو ببره بالا چه اتفاقی براش میفته؟ ببینیم سراغ ژاپن، ببینیم چه اتفاقی افتاد. خب ژاپنی ها ین رفت بالا. وقتی ین میره بالا مردم ژاپن پولدارتر دیده میشن. درسته؟ اتفاقی که افتاد این بود که خیلی از ژاپنی هایی که خارج بودن اومدن سرمایه‌شون رو آوردن تو ژاپن. بانک‌ها با سرریز پول روبرو شدن. خب وقتی این رفت بالا اون قدرت و مزیت ژاپن از دست رفت. چی بود؟ کارگر ارزان، تولید ارزان. ظرف یه مدت خیلی کوتاهی بازار آمریکا رو کامل از دست داد ژاپن. یعنی کسی دیگه نمیخرید، کالای ژاپنی دیگه گرون بود، نمیصرفید. حالا کالای آمریکایی ارزان تر بود. ببین آمریکا تمام بحرانش رو انداخت سر ژاپن، هر آنچه که ژاپن به دست آورد تو 14 ازش گرفت گذاشت تو کیک اقتصاد خودش. به همین شیرینی و سادگی.
کاری که میخواد با چین بکنه. ژاپنی ها دیگه نمیتونستن کالا رو همه جا بفروشن چون کالا گرون تموم میشد. از طرفی این فضا باعث شد که رکود ایجاد شه. بانک ها سعی کردن این سیاست های انبساطی انجام بدن، سود وام ها رو کمی کاهش بدن، وام بدن که این تولیدی که داره صادراتش کاهش پیدا کنه، رکود ایجاد نشه. میدونید دیگه رکود زمانیه که شما فروشت کم بشه. یعنی یه زمانی اینجا هستش که مردم خرج نمیکنن، مثل کرونا رکود میشه، مردم میرن توی خانه ها فقط هزینه انرژی و غذا رو میدن. یه زمانی هست که نه، تولید کم میشه، عرضه و تقاضا، عرضه هست تقاضا کمه. یعنی عرضه جهانی برای ژاپن کاهش پیدا کرده، تقاضای جهانی برای عرضه ژاپن کاهش پیدا کرده. دیگه کارخونه ها مشتری ندارن که مثلا یک کالایی رو 10 میلیون بار تولید کنن، حالا برای 1 میلیون بارش تقاضا هست چون گرونه دیگه. اون کالا دیگه گرونه. تو چنین فضایی بانک‌ها شروع کردن وام بدن، ولی سرریز سرمایه ژاپنی های خارج، چیزی که چین حواسش جمعه، سرش نیاد. بذار ببینیم چه اتفاقی میفته. بانک‌ها کلی پول اومده بود توی حساباشون، چیکار کنیم چیکار نکنیم، اومدن گفتن بریزیم پولو تو بازار سود بگیریم، نمونه دستم. خب پول یه نم قدرتش رفته بالا، مردم ژاپن هم به راحتی میتونستن وام بگیرن دیگه، نیاز به سازوکارهای خیلی سختی نبود، با یک سود خیلی معقولی پول دادن به مردم. پولم زیاد بود، اقتصاد اول دنیا بود ژاپن. چقدر پول میشه؟ به یک بار صادرات جهانیش کاهش پیدا کرده، این همه پول داره سرریز میشه به سمت ژاپن. عجیب بود. همزمان که سرمایه گذار خارجی خارج میشد، سرمایه گذار ژاپنی از خارج وارد ژاپن میشد. پولا دست مردم. خب مردم این پول رو میخوان بگیرن چیکار کنن؟ دیدید این اعراب لاکچری زندگی میکنن، سفرهای لاکچری ژاپنیا شروع شد. ین بالا بود نسبت به ارز خیلی از کشورها. خب اینا پولدار بودن، کلی وام میگرفتن راحت، کلی وام، مبلغای بالا. حالا مردم ژاپنی پول میخوان چیکار کنن؟ بعد ببرن تو بورس کشید بالا، 400% بورس رفت بالا. مسکن 5-6 برابر گرون شد. انقدر حباب ایجاد شد توی اقتصاد ژاپن که داشت منفجر میشد. یه وضعیت عجیبی بود، همه احساس پولداری میکردن ولی واقعی نبود. این بحرانی بود که آمریکا سر ژاپن پیاده کرده بود. آمریکا هر آنچه که ژاپن داشت رو گرفت برای خودش و هر چی مصیبت داشت رو داد به ژاپن. ما تو بحث آمریکا چی گفتیم؟ گفتیم نرخ بهره رو برد بالا که جلوی تورم بگیره، همه ارزهای خارجی دلار اومد توی آمریکا. حالا معکوسش این بود، ارزهای خارجی ژاپنیا می اومد توی ژاپن، انباشت پول میشد. بعد اومدن وام دادن، دیدن که فایده نداره چون دلار بالاه، ارزش دلار رفت بالا دیگه، تو آمریکا مشکل حل نمیشد. همون گرفتاری ها سراغ ژاپن اومده بود. اما برای آمریکا اوضاعش خوب بود. آمریکا حالا کالاهاش به صرفه شده بود، بازار رو داشت میگرفت، هر چی تولید میشد آمریکایی فروخته میشد، میرفت تو بازار، اوضاع عالی بود، اوضاع خوب بود. دهه باشکوه آمریکا داشت شروع میشد. شوروی هم روزهای آخرش بود دیگه، هزینه های مهار شوروی هم تموم شده بود. آمریکا دیگه تقریبا شوروی رو فتیلش رو پیچیده بود. تو سالهای 1985 و 6 یعنی 3-4 سال بعد شروع میشه فرایند فروپاشی شوروی. خب تو این فضا خیلی هم میان میگن که آمریکا شوروی رو وارد یک رقابت تسلیحاتی کرد، سر شوروی کلاه گذاشت، بحث ماه، پروژه های فضایی و اینا. شوروی گول خورد، اقتصادش فرو پاشید. اونی که اتم داره اگه نتونه اقتصادشو مهیا کنه، شکوفا کنه، به درد نمیخوره. اینا رو بذارید کنار. هم شوروی فرو پاشید هم آمریکا. منتها آمریکا اومد تحمیل کرد اینو به ژاپن، مال ژاپن رو قاپید. ژاپنی ها دوچار حباب عجیب غریبی شدن، انقدر وام گرفته بودن که حد نداشت. خب دیدن اینجوری نمیشه. رئیس بانک مرکزی اومد حالا این بار بانک ها رو
مجبور کرد که وام رو جلوشو ببندن، وام ندن، سود نرخ بهره رو افزایش بدن، این پول هم مردم جمع کنن، برید بدهی‌های مردم رو هم بگیرید. مردم هم که بدهی بانکشون رو میخوان بدن بعد بفروشن دیگه. بورس که سقوط کرد، بورس نابود شد، املاک هم که هر کی می‌خواست بفروشه انقدر تقاضا برای فروش رفت بالا که قیمتش سقوط کرد. ورشکستگی پشت ورشکستگی، مردم ژاپن ورشکسته شدن غالبا، خیلی ها خونه هاشون از دست دادن و میدونید دیگه تو ایرانمون اتفاق افتاده، حباب که میره تو بورس بالا همه پول میارن، وام میگیرن، پول میارن، سود خوبه، یهو سقوط میکنه. تو ژاپن یهو سقوط کرد دیگه، هیچ پولی نبود، حالا برو قسط بانکو بده. چه فاجعه‌ای رقم خورد. هنوزم ژاپن درگیر این بحرانه. مسئله آمریکا با چین همینجاست. کجاست؟ آمریکا میره تو عراق، افغانستان، بودجه های نظامی بیش از نزدیک به 1000 پایگاه در سرتاسر دنیا، بیش از 1000، نزدیک به 1000 پایگاه در سرتاسر دنیا، هزینه های هنگفت. یک ناو 13-14 میلیارد دلار فقط از ساختشه. کل بودجه نظامی ایران نصف این قیمت. این همه نظامیگری، این همه هزینه های بزرگ، بودجه های آنچنانی، بدهی بسیار زیاد. آمریکا یاد گرفته که چی کار کنه و من پرسشم از شما این هستش که توی کانال تلگرامیم یه سوالی مطرح کردم که به نظر شما تو این جنگ چین و آمریکا، چین برنده است یا آمریکا به یک توافق نزدیک میشیم؟ بیا من مدل گذشتهش رو توضیح دادم به آمریکا برای شما. آمریکا همیشه نگاه به گذشته داره. الان هم برگردیم به گذشته، حالا بیایم به حال. تو بحث الان چه اتفاقی افتاده؟ مسئله اینجاست که آمریکا هزینه‌های هنگفتش رو داره، مثل جنگ کره، مثل جنگ ویتنام. مسئله اینجاست که بحران انرژی ایجاد شد. قیمت نفت تو 2 سال گذشته بالای $80 بوده و اونا باید سیاست‌های افزایش نرخ بهره رو اعمال کنن. مسئله اینجاست که کسری تراز تجاری اون موقع آمریکا که 100 میلیارد دلار بود، الان نسبت به چین چند برابره. بیش از 400 میلیارد دلار اروپا و آمریکا نسبت به چین کسری تراز تجاری دارن. پس الان توی این فضا که جنس آمریکایی فروخته نمیشه، جنس چینی دانسته نقل و نبات فروخته میشه، الان که آمریکا هزینه‌های نظامیگری گسترده‌ای داره ولی چین فقط داره پول در میاره و بحران‌های متکثری هست که سیاست‌های پولی انقباضی و افزایش نرخ بهره رو دنبال میکنه، مثل موقعی که تا 20% برد بالا، الان هم مجبور به همین سمت حرکت کنه. اینا هیچ کدوم آمریکا رو در مقابل اقتصاد مشکل داشت، حتی زمان ریگان با سیاست‌هایی داشت نتونست مشکلش حل کنه. آمریکا اون موقعی مشکلش حل شد که اومد ارز ژاپن و آلمان رو نسبت به دلار کاهش داد. حالا ژاپن نیست رقیبش، حالا به جای آلمان و ژاپن چین هست. آمریکا چیکار میخواد بکنه؟ آمریکا از اواخر دوره آقای اوباما به چین گفت آقا یوان رو ببر بالا، نبرد. چین گفت نمیبرم. مالیات بس، تعرفه بس، به ژاپن هم بسته بود، چین هم بهش تعرفه بس، تحریم کرد، چین هم تحریم کرد، با ژاپن هم این کار کرده بود. حتی به ژاپن تحمیل کرد که واردات بیشتری از آمریکا انجام بده تا این تراز تجاری برابر شه. ژاپن کرد ولی چین نمیکنه. چین به اروپایی‌ها گفته میخواد واردات بیشتری داشته باشم، زیر ساختاتون رو بیاره تو چین. خانم فوندرلاین گفت چین حواسش جمعه، بلای ژاپن سرش نیاد. چین نمیخواد قربانی بعدی باشه. چین نمیخواد هر آنچه که به دست آورده بده آمریکا، همه گرفتاری آمریکا رو بخره تا آمریکا بتونه 30 سال دیگه خون مردم دنیا رو بخوره. چین حواسش جمعه. ولی یه تفاوتی داره. چرا ژاپن مجبور شد اون کارو کنه؟ چون اتمی نبود، چین اتمیه. این یه موضوع. مسئله بعدی، خب آمریکا با همه اون مدل هایی که الانم انجام میده نتونست مشکل اقتصادش حل کنه. زمانی که هر آنچه که ژاپن داشت گرفت ازش حل شد، الان به چین میگه یوانو بیار بالا، چین نمیاره. با مالیات و تعرفه و تحریم مشکل حل نمیشه. آمریکا با این هزینه‌ها یا باید هزینه‌هاشو بیاره پایین، مثل بریتانیا جمع کنه خیلی از جای دنیا بره، یه قطب بمونه ولی نه هژمون نظام تک قطبی بر دنیا، یا باید چین رو
به سمتی هل بده که چین بپذیره یوان رو بیاره بالا، چون امکان رقابت وجود نداره. کالاهای آمریکایی و کالاهای اروپایی در مقابل چین هیچه. چینه که پارتنر اول 120 کشور دنیاست و چین اگه بخواد بپذیره با چی روبرو میشه؟ با چه گرفتاریایی روبرو میشه؟ همون بلاهایی که سر ژاپن اومد 10 برابر سر چین میاد. چین با این جمعیتی که داره اصلا دچار بحران بشه مگه میتونه جمعش کنه؟ پس چین چیکار میکنه؟ چین از ورود بی حد و حد سرمایه گذار به داخل کشورش جلوگیری میکنه. یعنی چی؟ ببین چین میدونه اگه یوان بره بالا، مردم کشورش که از 1990 به بعد شروع کردن به رشد، مثل ژاپنی که از 1945 و 6 شروع کرد به رشد، مردم کشورش پول زیادی دارن. اگه یوان بره بالا اینا به شدت پولدار میشن و وقتی پولدار بشن همون اتفاق میفته. خیلی از چینی‌ها خارج سرریز میشن توی چین، مثل ژاپنی‌ها که سرریز شده پولاشون تو ژاپن. بانک‌ها با سرریز پول رو برون، بعد وام گسترده بدن، وام باعث پولدار شدن، بیشتر پول دست مردم اومدن میشه، حمله حباب منفجر میشه و اون وقت کالاهای آمریکایی شروع میکنه فروش، جذاب‌تر میشه. خب چی میخواد؟ دیوانه است مگه این کار کنه؟ اتمی هست میتونه سلاح نهایی رو برای بازرگانی هم قول آمریکا ایجاد کنه و نمیپذیره، چون زیرساختاش آماده است. زیرساخت گسترده از شبکه‌های راه آهن و بنادر و پست هوایی داره. منتها چین یه موضوعی رو میدونه. چین داره چی کار میکنه برای مهار آمریکا؟ آمریکا نمیتونه مثل ژاپن چین رو به سمتی ببره که هر آنچه که در هتل پلازا به ژاپن و بقیه تحمیل کرد به چین تحمیل کنه. خب اون کشورها متحد آمریکا هستن و در سالی که ارتش ندارن، ناتو همه کار است، خیلی چیزای دیگه. چین که اونجا نیست. چین داره کمک میکنه به خودش. برای مقابله با آمریکا این دستور پذیری نخواهد داشت. چین نمیپذیره این شرایط. پس آمریکا با یک شکل جدیدی روبروه. آمریکا حالا بحران هایی که از 1960 55-6 جنگ کره تا 82-3 گذروند، با همه اون مدل‌هایی که پیاده کرد، نرخ افزایش نرخ بهره، همه اینهایی که براتون توضیح دادم، آمریکا نمیتونه با این مدل ها مشکل رو حل کنه. چین یوانش پایینه، یوان پایینه، نمیتونه این کارا رو بکنه. آمریکا باید چین رو بزنه. آمریکا اگه بخواد چین رو بزنه، چین اتمیه. آمریکا باید چین رو درگیر جنگ نیابتی کنه با کشورهای پیرامون چین تا چین هزینه هاش بره بالا. مشکلی که آمریکا داره چیه؟ هزینه هاش بالاست. باید هزینه های چین بره بالا. چینی هم دارن چیکار میکنن؟ چینی ها دارن این ثروت رو از داخل کشورشون دور میکنن. عقلانیه. چطور؟ یادتون آمریکا شروع کرد وام داد، این کشور رو متحد و دوست خودش کرد. چین میگه من نمیخوام برم نظامیگری کنم، ولی این پولی که اومده رو وام میدم به کشورهای دیگه و اینا رو دوست خودم میکنم و در مقابل آمریکا مهارش میکنم. در زمانی که اومدن سرریز شدن این پول تو خود جغرافی من خیلی خطرناکه. مثل اتفاقی در ژاپن افتاد. پروژه یک کمربند یک راه اینجا معنا پیدا میکنه. حالا توی بحث چین و ایران بهتون میگم که ایران کجا ایجاد بشه. همشون خیلی معتقدن که ایران دور زده شده. پس ببینید آمریکا امکان این که این چین رو بتونه شکست بده نداره. امکان نداره. با بازی یک کمربند یک راه بازی آمریکا بسته شده. آمریکا داره از طرح مارشالی که به خوبی ازش استفاده کرد و بهترین و نبوغامیزترین طرح آمریکا بوده برای جنگ دوم، دقیقاً داره با طرح یک کمربند یک راه چینی که مدلی از طرح مارشالی هست، منتها ژئوپلیتیک بری، نه ژئوپلیتیک بحری. طرح مارشال بحری بود، این بریه، شبکه راه‌های زمینیه. دقیقاً آمریکا رو مهار میکنه. آمریکا هیچ شانسی نخواهد داشت. هیچ شانسی. من معتقدم چین آمریکا شکست میده، چون چین ژاپن نیست و چین اتمیه و اتفاقاً چین در بازی ژاپن دست آمریکا رو خونده. حالا تحلیل دوم میایم میگیم که بحث پروژه کمربند یک راه قضیه‌اش چیه؟ آیا ایران دور زده شد؟ آیا این دعوا به نفع ماه؟ این جنگ روسیه و اروپا به نفع ما یا به ضرر ما؟ همینا مسائلی است که بعد در تو باش صحبت کنیم. امیدوارم این ویدیو راضی بوده باشید.
امیدوارم این تحلیل رو دوست داشته باشید. تو بحث ژاپن هم آرمان عزیز دی پادکست یک برنامه کامل داره، اونجا کامل ژاپن رو توضیح داده، خیلی جذابه، خیلی فوق العاده است. اون رو هم بهتون پیشنهاد میدم. من خیلی از مطالب رو خیلی جنبندی شده از اون محتوا دیدم، البته برای بحث چین خواستم استفاده کنم، چند ماه پیش دیده بودم، خیلی عالی بود. این جای تحلیل رو داشته باشید. دعوای آمریکا و چین رو الان متوجه شدید که آمریکا مشکلش با چین چیه. آمریکا میگه من کلی هزینه دارم، نظامیگری دارم، ریخت و پاش دارم، تو باید بیای قربانی شی مثل ژاپن تا من بتونم این هجرونم رو ادامه بدم. چین هم میگه نو، شرمنده، من اتمی هم و پول دارم و میتونم به تو بگم نه، حالا طرح خودم رو دنبال کنم. اینجا آمریکا با یک وضعیت جدید روبرو شده و تنها گزینه‌اش نظامیگریه. حمله مستقیم چین و آمریکا اتمی ان، شاید اتفاق بیفته، ولی مسئله اینجاست که کشورهای پیرامون چین اگه با چین درگیرشن و هزینه چین رو بالا ببرن، حالا یه چینی داریم که هزینه‌اش بالاست با یه آمریکایی که هزینه‌اش بالاست. اینجا یه فرصت‌های برای آمریکا ایجاد میشه. تو تحلیل بعدی هم میپردازیم به اینکه آیا تو این شکلی که چین در مقابل آمریکا قرار گرفته و نباید قربانی بشه، چین به چه کشورهایی نیاز داره، از چه جنسی، از چه مدلی، با چه ژئوپلیتیکی، با چه سیاست‌هایی، با چه فضایی، تا متوجه بشیم که وضعیت ایران توی این دعوا از دید آمریکایی‌ها و چینی‌ها چی هست. حمایت، لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. سابسکرایب همون پایینه و حمایت‌های مالیتون هم که همیشه کمک کرده به ما. پاینده ایران، همیشه ایران، برای ایران.